آیا فردوسی شیعه بوده؟ درباره مذهب فردوسی ما ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم. زبان فارسی رو تا حدود بسیار زیادی مدیون شاهنامه هست که اگر شاهنامه نبود زبان فارسی تبدیل به عربی شده بود و اگر زبان ما عربی شده بود خب ما هم دیگه ایرانی نمیگفتن که میگفتن عرب. آیا فردوسی شیعه بوده؟ درباره مذهب فردوسی چی می‌دونید؟ اولا در مسلمانی فردوسی هیچ شکی نیست. در زمانه ما بعضیا دوست دارن که مثلا فردوسی مسلمان نبوده باشه، ولی نه، فردوسی 100% مسلمانه و از بین مذاهب اسلامی در تشیع فردوسی هیچ شکی نیست. برای اینکه میگه بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم. توجه میکنی؟ بر این زادم و هم بر این بگذرم یعنی شیعه به دنیا آمد، یعنی پدرش هم شیعه بوده. پدر بزرگ فردوسی یا پدر بزرگش زرتشتی باید بوده باشه و فرخ هم نام داشته. اگر از شاهنامه 2 بیت برای شرایط امروز ایران انتخاب کنید. که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. یکی این بیت که در متن ایران میگه و بیت دوم سفارشش است که هنوز باید اونو بهش عمل کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.